از اونجایی که برای برسیدن به موفقیت باید صبح زود بیدار بشی و یه جمله خیلی معروف هم هست میگه سحرخیز باش تا کامرا و شبی. ما ساعت 7 صبح تصمیم گرفتیم از خونه بیایم بیرون و حالا شاید خیلی توش موفقیت خاصی نباشه ولی دیگه تصمیم گرفتیم بریم تهران. اسی هم اومده پشت دره، از ساعت 6 اینجاست، فکر کنم هم خوابه. خیلی بد زاویه‌اش کردم. یه صبحونه رو نشستی Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. خب ما صبحونه هم خوردیم، ببخشید پیازا میذاره خوردیم. ما یه ذره انرژیامون هم پایین حقیقت دیگه، حال نداریم واقعا. ما تا حالا 7 صبح تا از خواب بیدار نشده بودیم. حرکت کردیم تو جاده به سمت تهران. هنوز محتوای خاصی هم مد نظر نداریم، برای همین با ذهن خیلی باز، خیلی هم خسته حال، اصلا یه حالت پاره بودنی داریم الان. بعد اینکه هیچ دیگه داریم میریم دیگه. بعد چالش اصلی بار اینه که تا تهران آهنگ گوش نکنیم و بتونیم با افکارمون فکر کنیم و بتونیم چیزهای جدید به ذهنمون برسه، نه اینکه همش یک موسیقی بیاد و بره خوبه ولی نه همیشه. سعی کنیم بعضی وقتا هم نیاد، یا بره ولی نیاد. خلاص آره خب چند تا نظریه هست در موردش، یکی میگه توافق کنیم، یکی میگه نه. نظر تو چیه؟ من خیلی انرژی تاریک بود، یه لحظه خوابم بود. اینجا فرمانهای دیکات رو می‌بینیم، زمانی که دیکات مد نبود. مثلا دیگه برعکسه، طرح دیکاته و این چه فرمان کوچولویی بوده. چه شرکتیه؟ فورده. فرمان کوچیک بوده کلا. این ترسناکه که میری تو یه جای مخوف 1000 سال پیش.
یه نکته خیلی جالبی که راجع به کادیلاک 62 هست اینه که به دنب ماهی معروفه. عقبش اگه از عقبش ادیتور بعد داشبوردش داشبورد فضایی و اولین دور بازخوان داشته. خیلی عجیبه دور بازخوان، ولی اون بیشتر بهش برو روی کوسه هست. کوسه 160 ایراد 80 دست بخواه داره. اینجا 1018 سی کلن 6 تا دستگاه ساخته شده. صبح به صبح یه چیزی فرو کردن تو دهنش میچرخوندن تا کار کنن. مدل بنز 300 مرسدس بنز 300 یه سیستم تعلیق هوشمند تو محور عقبش داشته که میتونسته به صورت دستی بیاد بالا و ماشین مخفی مامورای سطح بالا بوده اون زمان، مخصوص کت شلواری تورا. اون بچه مایادیه خلاصه. اون زمان بچه مایا سوار رو این میشدن، نه که این، ولی این چیه؟ 170 DS آلمان، موتور جلو 100 کیلومتر 40 دسته بخور. یه چیزی نصف پراید قدرت داشته تو نزدیک به حداقل 70-80 سال پیش. 170 DS معروف به کبوتر بالدار، ولی ارتباطشو نمیتونم بفهمم چه ربطی به کبوتر داره. این هم ماشین من که به بچه ها گفتم بذارنش موزه. آثار لهو و لعب در قسمت عقب ماشین. چرا این ماشین رو تحریم نمی کنن؟ مثلا اینو باید الان بیاد اینو توقیف کنه. توقیف الان دیگه حق ندارید استفاده کنید. چه قیافه عجیبی داره. این لینکونه درسته. بعد موتور رو ببین 6555 سی سی. مگه چه خبره؟ 3 سرعته، بعد 166 دست بخار. اینجا طرح فست بک رو داشتیم. این چیه؟ بکروف میتونم بهش بگم. سانروف نیست دیگه آخه. او اگزوز رو ببین. به نظر چند هسته بخار قدرت کنه؟ من یه نهایتا 180 425 دست بخار. خب وقتی اگزوزش از تو بدن زده بیرون قطعا قدرت خیلی زیادی باید داشته باشه. مدل چی بوده؟ نمیدونم اسمش چیه. اشتوزت بلک هاوک. ولی یه ذره رو کمک‌های عقبش باید کار میکنه. این سرش بالاست. این همه میان اینجا تعریف تمجید میکنن. واو چه طراحی. نه عقبش یه ذره پایینه. ببین اینم یه ذره چونش زیادی پایینه. نیاز نبوده. نگاه کن چه کاپوتی داره که از اینجا شروع میشن. این موزاییکا چند تاییه به نظرم؟ نه حداقل باید 1.50 بشه. نظر تو دوه؟ هیچی از تو موزه کارهایی که ما داریم میکنیم تقریبا داره 2 متر داره راحت. 2 متر و 30-40 سانت کاپوت داره فقط. واقعا باید 420 اسب و یه جوری توش جا میدادن. ولی خدایش بنز طراحیش یه چیز دیگه است. یه همه چیز در یک چارچوب استاندارد مملوس و ملوس. این ماشین خوشه. اولدزموبیل دلتا 88 کاستوم آمریکا 300 دسته بخار 200 کیلومتر. خب داری خودتون میتونید بخونید. چرا من براتون بخونم؟ ببین اینجاش قشنگ بادو میشکافه. یه حالت ایرودینامیک خاصی میگیره. و خیلی خوبه. چه پایان قشنگی داره. هپی اندینگ آخرش. این نظر داشته به این چیه؟ این خیلی خوشگله به نظر من. اینجا داخل رو ببین. این چیه؟ موتورشه؟ نه کم ضبطشه. ماشین اسپورت دیگه. چیه؟ کرایسلره. بازم اشاره میکنم که تو این ماشین میتونستید خیلی کار بود. از اینا این ماشین همش کمک عقبش در حال بالا پایین بود. این هم خیلی ماشین مظلومیه. مثلا واسه خانوماشو میگه. فکر کنم فرح هم یکی اینا رو داشت. بچه اینجا پارکینگ خونمونه. ماشینایی که داریم اینجا پارک کردیم.
حالا ببینید هر کدوم دوست داشتید یه روز بیاید تماس بگیرید چه سوار شید یه حالی بکنید. مشتی هستی پرطرفدار. بگیر از این. بگیر تو. متوجه شدن که اینجا پارکینگ منه؟ 500,000 تومان برای ورودی به پارکینگ خودم از خودم پول گرفت. دیوانه کننده زیاد داره. اون میورای علم بشین پشتش برو. اون سوپر فست ماشین محمد رضا شاه بشین پشتش. اون یکی وسط نقره‌ایه. اون دوتا وسطی مال محمد رضا شاه بود، اون پریده مال اسفندیاره. تاریخی موزه آفتاب خوب دارنش کردی. اینا رو همه دوباره رنگ کردن درسته؟ برو بالا ماشین دیوانه کننده برو. نقشه کل محدوده رو به دست بیاریم. 3 طبقه داره. یه جا ماشین خیلی قدیمی تر بود. اون تو هدفمون ماشینای شاه بود که سوپرفست بود. طبقه سومش بود. ما اولین کاری که باید بکنیم بتونیم سیستم‌های نظارتی اینجا رو قطع کنیم. یه نگهبان خیلی داره بعد اونم بهش باش مراوده‌ای بکنم. من حس نمی‌کنم. من اینکه قرص خواب بریزیم توی زیر گوشت که اون برای سگ تو نوشیدنیش بریزیم. فقط کاری که باید بکنیم دوربین‌های نظارتی ها از بین ببریم. یک خب خیلی لذت بردیم از موزه ماشین‌های کلاسیک تهران. واقعا در جاده نمیدونم کجاست. ماشین جالبی داشت ولی چه حاصل واسه ما چه لذتی میتونیم از این ماشینا ببریم. یه عده‌ای اومدن سوار شدن عشقشو کردن. حالا ما باید بریم دکورشو نگاه کنیم. همین دیگه. و هزینه ورود چرا 250,000 تومانه نفری؟ من الان 500,000 تومان هزینه کردم. رفتیم بازدید کردیم. خیلی ماشین بود. ماشین‌های زیادی بود. از زمان‌های قدیمی هم بود. الان میریم ناهار بخوریم. بریم. این خاطره سواری با اینم من نفهمیدم. خیلی چیزا اینجا بود که من نفهمیدم امروز.